امروز با گروه دوستان ما تصمیم گرفتیم ابتکار از استاد امیربک موسی بودند که سر گوری استاد بزرگوارمون استاد فقید نفره که واقعا هم یکی از چهره های تابان و شناخته ملت تاجیک بودند و در رشد و نمو ادبیات تاجیک، شعر تاجیک سر از سالهای اواخر 80 عصر گذشته تا 2020 که به عالم علم پیوستند سهم با سزا داشتند، تصمیم گرفتن که بیایم و از استاد یادآور بشویم. استاد در همون دوران پرتعلقه بسیار یک زندگانی سخت را پس سر کردند و بعد از شروع جنگ گرجدنی تاجیکستان تخلص محزون بر خویش برگزیدند، چون که تمامی حزن ملت را در انمون سالهای صعبی که متاسفانه با دست سوم و همدیگر کشی بند بودند، انمون حزن، همون اندوه، همون بار گرانی مسئولیت ملتداری و وطنداری را بر دوش خویش برداشته بودند. در همون سالها استاد یک غزل ناب داشتند که چون من یاری غمم عمر به غم دل داده میمیرم، زی غم خو کرده ام با باده با غم باده میمیرم. چی علت بود ملت نیمی خود را کشت، از آن ترسم که این اسرار را نگشاده میمیرم. و مثل پاده خلق است و به هر سوی بیرانندش. ما یاد داریم که همین آدم را همون وقت که به سر سامانی بود مثل پاده این میدان اون میدان ملاها جدا میکردن دیگر و عاقبت به آدم کشی آمد. به هر سوی رود ناچار با این پاده میمیرن. امروز دوستان نزدیک استاد هستند، اینجا پسرانش، یک از نبیرش سفر ایوب زاده هستند، مبارکشون باد. زمیناً من اول خواهش میکردم که استاد شما یک سخن میکردید و آهستگی دیگر بسیار خوب میشه. یک جان سپاس دوستانی عزیز. باید بگویم که سفر ایوب زاده محسون یک انسانی بسیار در زندگی عادی، یک انسانی خاکسار، انسانی بودند که یار و رفیقای دوستای خیلی زیاد داشتند و صمیمیت ایشان هم در همین بود که او عادی بود، او زمینی بود. ما زیاده از 50-60 ترانه زیاد آهنگا ایجاد کردیم و هنرمندان بهترین جوانی همین روزه بگوییم که از قبیل ملکه سعید و فیضگل یوسف و سفرگل یوسف و سعدی بوریزاد، سنگلی میرزا، عثمان علی رحمتوف، قربانی عبدالله و ده نفرای دیگر هم که هنرمندان شناخته پیش از این هم استادای بزرگ سریا قاسم و جمعه خان سفر، این کمپوزیتوران بزرگی که با استاد کمپوزیتوران سالهای آخر همکاری داشتند و در همین 40 سالگیشان استاد مومی قناعت شب ایجادیشان، بعد شراف‌الدین سیف‌الدین و کمپوزیتوری بزرگی ما یعنی همکاری داشتن، یک چند ترانه ایجاد کردن، یعنی که پیوستگی ایجادی بود. من در همین خصلت‌های نجیبی همین سفر ایوب زاده محسون در آنچه قائل هستم که وقتی که ما همکاری میکردیم ایجاد میکردیم، براستی نه اینکه به من، حتی به همین رژیسوری بسیار شناخته تاجیکی ما عبیدالله رجب به نهایت ترانه های شیرین، ترانه های هزل آمیز و ترانه هایی که شوخی آمیز هستند در برنامه های فرهنگی تئاتری کنانی شده، الخصوص تئاتر آینه همکاری خیلی زیاد داشتن و من در یک چیز قائل بودم که ایشان با وقتی که سفر ایوب زاده همین روز میفرمودید تا پگه همین ترانه رو ایجاد میکرد است. این هست الهامی ایجادی، این هست الهامی
شاعری و من در آخر میگویم که در قطار یک چند شاعران بزرگی ما استاد محزون یکی از شاعران ترانه‌نویس خوب بودن که همه هنرمندان یعنی سرود راش اجرا کردن. که همین دندان اختا ندیدم گفتم مرا بسود و فرو ریخت آنچه دندان بود نبود دندان بل چراغ تابان بود. این شعر رودکیست بود. بعد گفت که دوامش سیاف میگرد. نه گفتم سپید و سیمرده بود دور و مرجان بود ستاره سحری بود قطره باران بود. گشت گفتشون که ایرا بیده همین ریاده رده گفته چه شویر نغز نوشته. و در یک لحظه خاطره همه صفت های که استاد معزون بیان کردن من فقط همیره گفتنیم که وای بسیار دوست بود بسیار بسیار دوست می داشت بله و یا را زود سرجم میکرد یا در خونش یا در هر جایی که باشد سرجم میکرد شادی را هرچند تخلصش محزون هم بود شادی را بسیار دوست می داشت خرسندی را بسیار دوست می داشت. مخصوصا همینجا خونه را به هوا ساخت در همین نزدیکی همین اخیراً صاحب خونه را ساخت به خاطر همون که یک حولی داشته باشد و یک کتی کلان مونم رفیقا را جمع کنم همین حواس بسیار داشت همون خونه را ساخت همون کت ماند لیکن یک بار نصیب نشد که در بالای همون کت با رفیقاش را جمع کنم و آرزوش برسد و بسیار حواس داشت که هر بگه بالای همون کتی روی حولیش اهل فرهنگ، اهل صنعت، اهل هنر جمع شوند شوخی و چخچخ کنند. خب نگاه کنه که پیش از مرگش هم یک شوخی کرد که تو یک سال حتی یک سال زیاد هم همون حضلش دوام کرد هیچ کس من شاعری را یاد ندارم که این قدر پیش از مرگش این خیلی حضل کرده باشم چون که من خودم فیسبوک تماشا داشتم استاد معزون نوشت که انا دوستا دعا کنید که تا مردن ما زنده باشم دیگه همه شوخی کردن خندیدن همون دقیقه نشان میتید که تلفن نگاه کردم رس و بعد 10 دقیقه جان و جبر سپردن هیچ کس این خیلی 10 دقیقه پیش از جان و جبر سپردن این خیلی حضل زیبا این خیلی حضلی که عالم معنی داشته باشد توجه بسیار را به خود برانگیزد من یاد ندارم از دیگر ادیبان و از دیگر انسان ها. خب هرچند که تخلصش محزون است حزن این بسیار فلسفه بلند دارد بیهوده این تخلص وی انتخاب نکرده است چون که آدم یک بیغم و شادی نمی شود لیکن نگاه کنید که حزن به درجه وفادار است که تا جان برآمدن جان میبرد حزن همراه است لیکن شادی نیست شادی در نیمه راه میماند حزن به همین درجه فلسفه بلند دارد و وقتی که اینجا ما آمدم گرونده بودیم دعا کرده بودیم در همون جا من نه اکرم جان میدوند از بسیار رفیقانی دست بخیرم بسیار داشتن استاد من از همون رفیقان یک خواهش کردم که همین جاده یک مقبرچه بسیار زیبا شرط نیست که مقبره کلانی به حشمت باشد یک مقبره زیبایی موافق همین خجل کننده باشد که بسازند وقتی که از اون راهگذرا ماشین بسیار میرود که بشنبه آدمان همون بر چشم خیران بگن که اون مقبره کی باشد بعد بگن که مقبره محزون مزار کی باشد مزار محزون وقتی که مزار محزون میگویند همین گورستان نامش میشود مزار محزون بله این فلسفه را من پیشنهاد کرده بودم یاد استاد بخیر دوی ما همراه ما هستید ما هم همیشه در یادتون است. یک شاعر داشتم حاذق و هم یک شب پیش از قتلش یک بیت می نویسد کاری هر کس نیست از تاریخ قتلش دم زدن کستنی حاذق بگو تاریخ سر ببریدنش و با فرمان امیری اگر خطا نکنم قوقند شبانه آدم کشا میان سر او رو میبرند یعنی که پیشگویی مرگ کاری هر شاعر هم نیست که مثل استاد کرده یک قصه دیگر میگم وقتی که استاد 50 سالگیش جشن میگرفت بعد در اون سال 2006 بود همه با یک دیگر چیز توفه میکردن
ایش می آورد ماشین میداد، اوش می اومد وای میداد. بعدا استاد یک ماشین خریدند همون شب روز، یک ماشین آودی ارتق خودی خطا نکنم برنده بود. بله. و من در زال چشتگی در تالار یک وقت میگه که و از نامی سیاف میزراب و استاد автомашин آودی توفه کرده میشود. همون کلیدای آودی را در یک قطیچه لنتا بستگی میکشویند. ارتق هم دید واقعا کلیدی ماشین اون وقتا مود بود یا تو ماشین ما قرصک من حیران من خیلی ماشین یا ماشین ژیگولی کوه نداشتم فرقی. بعد بیرون بر اومدیم استاد گفتم استاد برای چی خیل کرده؟ گفت که آخه هم مادر توفه میکنن، مرا هیچ کس توفه نکرد نه و نخواهد کرد. خیلی من فکر کردم از همین تمام رفیقایی که اطراف مزن انچه پول داره کش خودتی. اون وقت من خیلی در رادیو خارجی کار میکرد و خیلی نومی ترا گرفتیم. خوب از بین 2 روز گذشت که همین تمام ولایت کلاب و همین رفیقا میان یا $1000 قرض میتیم. گفتم آقا ما خیلی پول ندارم. ایوب زاده ده ماشین خریده داده میتونی ما $1000 میتیم. در اینجا اکرم هستن یکی از مخلصا، یکی از همدهگان خوردگانی استاد ایوب زاده محزون. من خواهش میکنم یک سخن کننده یگان شعر خوانند که همه شعرش از یاد میره. همده هستن نویسنده شناخته، شاعری اعتراف گشته، دراماتورگ موفق، روزنامه‌نگاری به همتا. بله. سفر ایوب زاده محزون را هنوز سال 2006 که و جشن 50 سالگی و حسابات 50 سالگی جدوی در تالار اتفاق نویسندگان داشت و واسطه‌های اخباری ما به نوار می‌گرفتند. شاعره خلقی تاجیکستان لایورت مکافات دولتی به نام رودکی گلرخسار وقتی که به تبریکات او برآمد یک نوع بهاگذاری کرد محزون را که ملت تاجیک از حساب شماره شاعران هیچ وقت تنقیسی نکشیده است، شماره بسنده است، ولی هم شاعری خوب هم آدم خوب بودن بسیار دشوار است. دادر عزیزم متاسفانه شما هر دویش هستید. و یک غزل در اساس خواهش همدلان محزون، یک غزلی که همین غزل از اتویا تمام حیات مامات محزون رو در همین غزل انعکاس یافته است. بسیار غزل دوست داشته هم است، بسیار غزل شنیدن باب است، بسیار مضمون بلند دارد و چنانه که ارتق قادر میگوید که در بسیاری از شعرهای محزون من درد خود را میبینم. تمام نفری که از کلام بده آگاه است همین غزل محزون را شنیده درد خودش را نیز در همین غزل در مییابد. غزل نام دارد در زندگی تا زنده ام. استاد میگوید در زندگی تا زنده ام، خندان منم گریان منم، بازار گردان است آن سرسان سرگردان منم. از آمد رزقم گه نام بر گدایان میدهم و از آمدش گاهی دیگر در آرزوی نان منم. گپ بیش و گپ کم میخورم، گپ بیش و گپ کم میخورم، گه شاد گه غم میخورم. مفتون دنیایم گه بیزار از جان گه منم. گر راست بگذارم قدم، گر راست بگذارم قدم، آید بسر 100 درد غم. گر کج نشینم وا عجب، با قدر چون سلطان منم. آنی که به آری کند با دلخوشان یاری کند، با ننگ غمخواری کند، حیران منم حیران منم. خاموش شو خاموش شو غوغا مکن، ای دل ز غم پروا مکن. شادی اگر
آن سان توی محزون منم این سان منم. استاد محزون اگر از یاد دوستانم فراموش شد، از یاد ملت، از یاد ادبیات، از خاطره شعر تاجیک هرگز زدوده نمیگردد. اکثریت چورابینی‌های فرهنگی که برگزار میگردد جمعخوان برگزار میکنند و با استاد البته رشته دوستی و شناسایی داشتند. میخواستم که یک سخن میگن. برای من سخن کردن آسان‌تر میشود، برای که گویم که من به همه همین فکر عقیده خوش میشوم، خوبتر میشد. البته صحیفه‌های ایجادی و صحیفه‌های روزگار، صحیفه زندگی را ورق زدید، از شعر گفتید، از روزنامه‌نگاری وای گفتید، از دوستی وای گفتید، وطن سرایی و عشق سرایی و ترانه سرایی وای گفتید. این اقدامی که گرفتیم بعد تماشای این نوار من فکر میکنم که در تمام تاجیکستان پر میشد. مردم خیلی آماده سری منزل یار و دوستانشون در گروه یاد میکنن، نوبسته برود تولد، نوبسته به یگان چیز دیگر. همین خیلی یک اقدام میگیرم آماده وای میکنن. من فکر میکنم از جانب من یک پیشنهاد سری منزل جمشید اسماعیل من خیلی شود، بالای رحمان و جرأت یک نظیر و دیگر دیگر شخصیت‌هایی که به ملت خدمت کردند. همین سال 2019 من با نوشتن شروع کردم اولین اپرای بزرگ کلان خسرو و شیرینی همنام نظامی گنجوی. از همون بعد همین گفتم که کیم همین لیبرتو رو می نویسد کن. من با عطا میرخواجه، با سفر ایبزاده محزون، با چند شاعر دیگر مراجعت کردم، لیکن همین سفر ایبزاده محزون گفت که من زورم به این نمیرسد و من گفتم که نباشد کی رو ما پیشنهاد کنیم چی میکنیم. بعد یک خلاصه آمده که استاد گلنظر نویسد. بعد واقعا هم همین نوشتن، خوب برآمد و من همین خاکساری و همین بزرگی استاد محزون تن دادن که من این رو نوشته نمیتونم و بالاخره گفتن یک کاری میکنیم. 2014 با نوشتن اپرای نورسان تنتنه وفادار آینده نام گرفت هنگامه در جنگل. لیبرتوی انمون شما گفتید که نویسنده همین درام نویس، لیبرتوی انمون هنگامه در جنگل رو اپرا رو سفر ایبزاده محزون نوشته و با تنتنه در تئاتر اکادمی دولتی اپرا و بالت یعنی روی صحنه آمد. یعنی یک یادداشتی دیگر بود. چون نفس نداشتن جسارت داشتن. بله. اما میدونیم که یک شخصی بودن که هرگز یگان نفر را خفه نمیکردند، نمیرنجاندند. یک روز نقل کردن که از تئاتر سیدعلی ولیزاده دعوت میکنن، میگن باید میری کبیر رو، درامای میری کبیر رو ایران برند. دولت عبیدالله میگه که من همین ایران دیدگی نیستم، میگه خیلی یک نقش میبوزی. بعد استاد خیلی نقش میبوزن که نمیشه، دولت عبیدالله خیلی سختگیر است. بعد گیردی تئاتر استاد را وقتی که نقش بزه میبوزید 10 بار میدوان، 10 بار چرخ میزد. بعد نمیدونم بار صدوم میدود میآید مانده شده و میگه چورکو در دست چه خیلی شد. میگه بعد میگه که زندگانی خار و زارم کرده است، با شمایان اکتیارم کرده. در اینجا شعردوست وارث امروز در کار بودن و شعردوست پسر استاد بزرگ دارن که جوانی و از دورهای تفخیری و از دورهای شادی و از دورهای غم استاد یاد کردم. مینداری خشم میرسونم که در همین روزهای سخت، در همین روزهای وزنین، در همین روزهایی که کسی در یاد کسی نمیزنه، همین روزها زنده ها در یاد زنده ها قریب که نیستم میگیم استادا یاد کردن آمدن مینداری خشم میرسونیم. بعدا استاد یک غزل داشتن پدر ما، همون غزل را میگیم انشاءالله. برای همون غزل من آنم که من خود را شناسم، مکن فندم فن خود را شناسم. برابر نیستم با شعله تابان، ضیای گلخن خود را شناسم. به هر باغ و چمن نگشایدم دل، صفای گلشن خود را شناسم.
من از آن قدر در عائله دارم که بوی روزن خود را شناسم. زکی بگریزم و باکی نشینم، کجا پاماندن خود را شناسم. نگاهی مهر دارد دوست بر من، ز چشمش دشمن خود را شناسم. مرا با من دیگر تو جنگ منداز، که من هم میهن خود را شناسم. مشو شیرین چو خواب صبحگاهی، که در غفلت زن خود را شناسم. به دور می مکن مجبورم ای دوست، تقاضای تن خود را شناسم. دلی محزون بود گنجینه غم، بهای محزن خود را شناسم. سلامت باشید. آفرین.